ریست فکتوری داره ما اگر بخوایم انجام بدیم پارامترش هم هستش پی 0970. بچه‌ها زمانی که بخوایم از این پارامتر استفاده کنیم باید قبلش پارامتر 210 و یه سری در واقع تنظیمات رو براش انجام بدیم. یعنی اینجا مشخصه 210 رو گفتیم کامیشنینگ پارامتر. چند تا حالت داره، گفته اگر رو 0 باشه ردی، اگر رو 1 باشه تنظیمات سریع هستش، 2 باشه اینورتر، 29 باشه میتونیم بحث دانلود استفاده کنیم توسط پارامتر لودر، روی 30 باشه میشه فکتوری سیتینگ. پس ما برای اینکه بتونیم تو پارامتر 0970 فکتوری ریست داشته باشیم حتما این پارامتر رو روی 30 باید قبلش تنظیم کنیم. من میام این کارو انجام میدم، 210 رو روی 30 قرار میدم، ببین روی 30 اوکی میکنم. الان میرم روی پارامتر 0970 رو اگه داشته باشین سه تا گزینه داشت دیگه این حالت. اگه روی 0 باشه در واقع غیر فعال، اگه 1 باشه یه سری پارامترها رو برای ما ریست میکنه، اگه روی 21 باشه کل پارامترها رو ریست میکنه و در واقع برمیگرده به حالت کارخانه ما. و در واقع همین گزینه مد نظرمون هستش، روی 21 قرار میدم، این 21. و زمانی که اوکی میکنن در واقع درای من ریست فکتوری میشه و منوی 50 و 60 هرتز رو ما میتونیم اینجا داشته باشیم.